بالاخره چیکار کنیم؟ چند تا تخم مرغ در روز مصرف کنیم؟ اصلا تخم مرغ برامون خوبه یا نه؟ فایدهش بیشتره یا ضررش؟ سلام، امیدوارم خوب باشید. کمی در مورد تخم مرغ با هم صحبت کنیم. همینایی که در دستای من میبینید ارزش بیولوژیکیش در دنیا بعد از شیر مادر در رتبه دوم قرار داره. یعنی چی؟ یعنی به عنوان مثال اگر شیر مادر رو 100 در نظر بگیریم، به تخم مرغ میتونیم امتیاز 97 بدیم. ساختار این ماده غذایی جوریه که به محض مصرف پروتئینش در کوتاه‌ترین زمان ممکن جذب بدن میشه. سرشار از آمینو اسیدهای ضروری برای بدنه. لوسین برای ساخت بافت عضلات، تریپتوفان که پیشساز هورمون سروتونین یا همون هورمون شادی هست. یک عدد تخم مرغ تقریباً 50 گرمه که حدود 6 گرم پروتئین بسیار با کیفیت داره. یعنی حدوداً معادل 40 گرم گوشت قرمز یا مرغ پخته شده یا معادل 100 گرم حبوبات پخته شده مثل عدس و لوبیا. کیفیت پروتئین 2 عدد تخم مرغ برابری میکنه با یه بشقاب بزرگ عدسی. بگذریم از این که کیفیت پروتئین تخم مرغ کجا، کیفیت پروتئین حبوبات کجا. حالا سوال اینه که چند تا تخم مرغ در طول روز مصرف کنیم؟ حداقل یکی، حد اکثر 2 تا. منابع و رفرنس های متعددی وجود داره که میگن مصرف تخم مرغ بسته به شرایط فرده. تخم مرغ باعث کبد چرب میشه؟ هرگز. چون داخل این ماده غذایی چیزی وجود داره به نام کلین که کلسترول بد بدن رو از بین میبره و به جاش کلسترول خوب برای بدن تامین میکنه. این پست رو برای عزیزانتونم بفرستید که میدونید نیاز دارن به اطلاعات در مورد نوع و نحوه مصرف تخم مرغ. بقیه خواص و فواید تخم مرغ رو توی کپشن براتون نوشتم، مطالعه بکنید. به اطلاعات کپشن مراجعه کنید و با کلینیک ما در ارتباط باشید. شاد و تندرست باشید.